دعوت کرده من باز یک مهمان رو دعوت کرده بودم. این کس چهره شناخته هستند. چهرهتان رو میکشید. اکی محمد سعید رضایی. اکی محمد سعید رضایی این کس حقوق شناس هستند. خدمت کرده دانشگاه ملی تاجیکستان می باشند. دانشگاه بین المللی پنجاب پاکستان را در رشته زبان عربی دامولو و دانشمند ساحه دین می باشند. خوش آمدید به برنامه من. اکی محمد سعید، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. میکروفونتون یک دقیقه. میکروفونتون انکون شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر زیاد برای اینکه در این برنامه که خیلی برنامه مهم است و واقعا هم از ضروریات زندگی هست دعوت به عمل آوردید و ما را دعوت کردید. برای شما و برای بینندگانتون، برای کسانی که مخلص هستند و شما را در این شبکه میبینند سلام و پیام خود را میرسونم. خداوند سربلند و عزتمند باشید. خب حالا من آماده هستم که هر سوال یا پاسخی در این مورد اگر ارائه شود البته که حضور شما تقدیم می‌دارم. اما قبل از همه در رابطه با موضوعی که حالا شما مطرح کردید که من فکر میکنم مسئله چی است؟ مسئله حقوقی بسیار زنگی یا که مشکلات حقوقی بسیار زنگی در جامعه است. همین گونه واقعیت جای داشتنی دو زنگی و یا بسیار زنگی در جامعه شهروندی ما و من در جامعه در تاجیکستان. باشه. همین مسئله خیلی بحثناک است. پیشتر من در کی رکلام کرده بودم بسیار خوب نویسن فکری خود رو حتی چون هم گفتن که تو سرلوچ هستی، تو نباید به مردم اخلاق یاد دهی. خیلی گپ‌های بسیار شد و این اهمیت نمیدهم، لیکن به هر حال این مسئله رو این بحثناک رو گرفتیم. خب حقوق و واقعیت بسیار زندگی در جامعه. درست. حقوق و واقعیت بسیار زندگی در جامعه. البته خوب حالا با اون چیزایی که شما اشاره کردید دیگر از موضوع بیرون بدن، اگر حالا درباره حجاب است یا سرلوچ بودن است یا که اینها موضوعهای علاهیده هستند که اگر شما برنامه کنید ما میتونیم که در اونها صحبت کنیم. بسیار کسایی هستند که شاید در اونها صحبت بکنن. حالا ما به همین موضوع میخوایم که بپردازیم. خوب میشد. البته موضوع که حقوق و واقعیت بسیار زنگی در جامعه خیلی هم موضوع وسیع است، اما در این که شما عنوان گذاشتید، نام گذاشتید، موضوع یک گونه فکر میکنم که موجز منحصر شده است به بعضی گوشه های از مثلا سمت های حقوقی یا اینکه واقعیت هایی که در اونجا هست فکر میکنم که منحصر شده است. علی کل حال باید من قبل از اون که به این مسئله وارد شم باید بگویم که زن در اسلام مکانت یا اینکه مرتبه خیلی هم عالی دارد. زن را در زندگی در حیات شریک زندگی میگن. اسلام هم چنین قرار داده است. وقتی که ما به قرآن نظر میکنیم خداوند درباره تقوای خودش، پرهیزگاری از خودش خطاب میکنه. استعوذ بالله یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. حالا ما در اینجا اگر خداوند مردم را از خودش بین بدهد و پروا بکند بگوید، اونها را خطاب میکند که وجود شما از یک مرد و یک زن است. یعنی آفریده شده شما از یک و یک زن است. یعنی تکامل نسل یا اینکه وجود انسان در روی زمین و این چنین تداوم یافتن او این محصول به دو است، یعنی هم مرد است و هم زن است. خب در اینجا و برای هر کدومی از اینها حقوق داده شده است که شما از اون پرسیده میشوید. بنابر همین
قرآن یا که اسلام یا که دین اسلام مساوات یعنی برابری را بین زن و مرد معین کرده است. البته با بعضی تفاوت هایی که در خلقت هست یا اینکه در طبیعت زن هست و در طبیعت مرد هست ما با اونها نمیستیم، چون که علم نفس یا اینکه علم طب دیگر چیزها که به ارگانیسم انسان یا به خلقت انسان وابستگی دارن با اونها گفتن. اما ما درباره وجود از همچون زن و مرد میگوییم که قرآن بین زن و مرد مساوات، هر امری که برای مرد شده است تقریبا میبینیم که در اونجا برای زن هم شده است. پس ما میبینیم نگاه کنید که ما برابری زن را با مرد در کرامت زن، در بزرگی زن، در اون چیزی که خداوند برای زن عطا کرده است میبینیم که با مرد اون را برابر کرده است. وقتی میگوید ولقد کرمنا بنی آدم، ببینید یعنی فرزندان آدم را ما اکرام کرده ایم. اینجا خطاب هم برای مرد است هم برای زن. اکی محمد سعید صداتون چی شد؟ صداتون گم شد؟ فرمایید مشکلتون به فکرم برطرف شد. چی مشکلی پیدا کرد؟ بار اول در استریم به فکرم بار اول است، درست؟ با این برنامه بار اول است. گرچه من وارد هستم با این تکنولوژی این که تلفن و اینترنت اینها، اما این برنامه نو است. خب باز هم بخشش میخوام از شما و از بینندگان محترم. مشکلی ندارد. خب باید من این رو بگویم که خب در اسلام برابری مرد با زن یا اینکه زن یعنی برابری در اکرام که زن و مرد از طرف خداوند اکرام کرده شدند. برابری در حقوق میراث، این حق مادی زن که زن حق دارد که از مادیات، از مال دارایی حق داشته باشد و حق خود را صاحب شود، خواه از پدرش است، خواه از مادرش است، خواه از شوهرش است، خواه از جامعه است و معاملاتش. برابری در حق تعلیم و تربیه، یعنی زن واجب است که اون هم تعلیم و تربیه داشته باشد، علم بیاموزد، سواد بیاموزد. برابری در تربیه دادن دیگرها، در علم آموختن یا اینکه در تعلیم، و اینچنین برابری در حتی که در جزا، اگر مرتکب یک کدام جنایت یا یک کدام خطاگی شود، زن مرد فرقی ندارد، اون برابر مجازات میشن بر اساس اون جنایت یا که بر اساس اون کاری را که انجام دادن. خب و این چنین برابری در حق زوجیت، یعنی زن و شوهری. اگر ما قرآن را نگاه کنیم میگه که قرآن در برابری با زن و مرد میگوید که خب برای اونها هست، یعنی اونها حق دارن از شوهر آن چیزی را که شوهر از اونها حق دارد. یعنی این برابر است که دیگر اون حقی خب غریزه طبیعی شو باشد یا اینکه مادی شو باشد یا اینکه کدام چیز دیگر یا حق فرزند و دیگر چیزها لهن ما علیهن میگه. خب و این چنین برابری میبینیم ما در خب حالا ما که یکن درباره حقوق زوجیت گفتیم، یعنی برابری بین زوجیت. ما میبینیم که خب زن مکرم است از طرف دین، همچون زوجه، همچون یعنی شریک زندگی برای او حقوق داده شده است و اکرام کرده شده است که شریک زندگی در عائله، تشکیل عائله و تربیه عائله و خب خدمتی به عائله، به جامعه، به مجتمع برابر است. خب اول اینجا میبینیم که همچون همسر برای او اکرام شده است و میبینیم که همچون مادر برای او اکرام میشود. برای زن یک اکرام همچون مادر، وقتی که مادر میشود، بسیاری نصوص قرآن را یا که تاکیدهای پیامبر را بر این میبینیم که حتی جنت که یعنی زندگی و تلاش برای آخرت یافتن اون از زیر قدم های او است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبینیم که برای زن میگه که استوصفو خب
بالنساء خیرا او کما قال رسول صلی الله علیه و یعنی من وصیتی من برای زنها این است که با اونها خیر و خوبی معامله خوبی داشته باشید، همچون مادر ما میبینیمش. خب ما میبینیم که وقتی نظر بکنیم از این لحاظ، زن در همه مرحله زندگیش از طرف اسلام، از طرف خداوند، یعنی با عزت و با اکرام شناخته شده است و برای او تاکید شده است برای این کار. خب حالا ما یعنی بله حالا ما ببینیم زن وقتی که ما میبینیم در موضوع طلاق ما میبینیم، یعنی برابری یا اکرام کرده است برای او که اگر زندگی خوب نیاید، مناسب نیاید، حتی حق جدا شدن از شوهر را دارد. این هم یکی از حقوق و آزادی های زن است که برای او این چیز را خداوند مشروع کرده است. و این چنین حالا که موضوع شما برای تعدد خب زنها یا اینکه داشتم، بله حالا ما ببینیم من به او اشاره نمیکنم، میرسم به اون موضوعی که ما و شما داریم. مثلا تشریعی، مثلا یا اینکه حدی بسیار زنگی، همین حدی بسیار زنگی هم یک گونه اکرام است، یک گونه عزت است برای زنها. چرا اکن من حالی را میگم؟ حالا ما در همین جامعه هستیم. مثلا ما ببینیم حکم مشروعیت همین تعدد زوجه ها، یعنی بسیار زنگی رو که از کجا می شود؟ البته می بینیم که بر اساس یک عده از ضروریات های اجتناب ناپذیری که اونها برخواسته از غریزه های جنسی هستند، یا اینکه بعضی ضرورت های اجتماعی هستند که از اونها هیچ سر گرفته نمی شود. یعنی مشروعیت تعدد، یعنی بسیار زنگی بر اساس یکی از اگر خواسته های، یعنی ضروریات خواسته های غریزه های مرد و زن باشد، از طرف دیگر این از ضروریات های اجتناب ناپذیر اجتماعی هست. یعنی برای حل اون ضرورتی که برای مجتمع آمده است قانون گذاشته است. همه قانون ها اصلا برای همین است. قانونی که درباره عائله گذاشته می شود، قانونی که درباره جنایی گذاشته می شود، قانونی که درباره خواندن، درباره مثلا که رابطه های خارجی، همه قانون ها به خاطر آسان کردنی، یعنی برای رفع مشکلات یا اینکه مشکلات اجتماعی هستند. و این قانونی بسیار زنگی هم، وضع قانون زنگی هم بر اساس یکی از عامل هاش همون ضروریات های این بگیم که چی میگنش اجتناب ناپذیره که جامعه را فرا میگیرد، اسلام همین قانون را تشریع کرده است که یعنی بسیار زنگی باید که باشد. همین هم همچون اکرام، همچون عزت برای زن است. تا اینکه زن، یعنی وقتی که حالا خواهر در اینجا در نسبت برابری بین 2 زن یا 3 و 4 زن وقتی گفته شد، اسلام مشروعیت تعدد زنها را، یعنی بسیار زنگی را بر اساس عدالت میگوید. اگر میگوید شما عدالت ندارید، اون را 1 زن قرار میدهد، 1 تا بگیرید، یعنی هیچ امکان ندارید. اگر شما عدالت نمیتونید، وقتی که عدالت در اینجا مطرح میشود، پس بین زن یکم و دوم و سوم و چهارم نیست. تنها فرق میکند در همون چی میگنش ماه عسل میگن، یا که بروسی با همون 1-2 ماه اول ماه عسل، همون چند روزی است، خواه 3 روز میستد، خواه 1 هفته میستد، خواه 1 ماه، تا 1 ماه حق دارد که با زنی که هر زنی که اختیار میکند همون ماه عسل. بعدی اون دیگر مساوات هستند در همه چیز. پس اینجا یعنی یک گونه اکرام برای زن است که خب دیگر اون عامل هاش حالا با اگر که چی شود ما با اونها یعنی اکرام عزت برای زن است وقتی که برای او اجازه داده می شود که همچون زن وقتی که زوجیت شد، قانون زوجیت شد، اون دیگر کفالت او هست، نگاه و بینش هست، خب دیگر همه چیزی او در گردن مرد هست. و زن دیگه هم که وقتی که شد این هم می شود حقوقش به حقوق همون برابر می شود. پس این است، یعنی تعدد زوجات یا اینکه بسیار زنگی هم یک گونه اکرام و عزت است از نظر اسلام، از نظر اجتماعی، بنابر همون مشکلاتی که اجتماعی هستن یک گونه برای زنها هستن. خب این همین است دیگر عزت و اکرامی که حالا ما برای زنها می‌بینیم.
مرد عدالتناک باشد نسبتی در اول نسبتی زنی اول، زنی یکم خود، زنی یکم که میگیرد باید عدالتناکی خود رو نشان دهد. درست؟ البته اینجا من گفتم که در اسلام زنی اول و زنی دوم دیگر نمی شود. تنها وقتی که خب ما میبینیم که یعنی اجازت گرفتنی زنی دوم یا اینکه زنی سوم اینها بر اساس یک گونه ضروریت های اجتناب ناپذیر وقتی که پیدا می شود مشروع شده است، یعنی در قانون در آمده است، دیگر اینجا فرق گذاشته نمی شود که زن اول باید حقوقش بالاتر باشد، زن دوم حقوقش پایانتر باشد. نه، زن در اینجا برابر است دیگر، برابر با اونها معامله کرده می شود. درست است که مثلا همچون چی میگن، همچون عاطفه بیرونی زنی که اول هست او امید میکند که در بین مجتمع، در بین دیگر زنها، در بین دوستها، نزدیکها، خویش تبار یک گونه احترام داشته باشد، یک گونه برای او، چون که برای او اجازت داده شده است که همسر دیگر بگیرد. البته این چیز وجود دارد، اما از لحاظ شرع دیگر هر دوی اونها برابر هستند و عدالت این است که با هر دوی اونها یا 3 تا هستند یا 4 تا هستند، با اونها عدالت یعنی مساوی باشد، برابر باشد. نقشه اساسی در مرد هست. البته نقشه اساسی در مرد هست، اما درست است. برای همین هم قرآن خطاب میکند که و این خفتم الا تعدلوا، یعنی اگر شما ترس دارید که عدالت کردن نمیتونید فواحدتون، یعنی تنها یک تا زن بگیرید. نقشه اساسی در اینجا هست. اما حالا مشکلاتی که امروز برای مثلا که زنها، یعنی واقعیتی که برای زنهای دوم، حالا ما خطاب میکنیم که زنهای دوم این مشکلات را دارن، اما ما میبینیم خیلی ما اگر حالا جامعه خودمون تاجیکستان را در نظر بگیریم، یعنی مشکلاتی که از اونها ما شکایت میکنیم یعنی خاص به زنهای دوم نیستن. بسیاری از زنهایی هستن که یک زن هستن اما این مشکلات را دارن. به احترامی برای اونها هست. خب نمیدونم در برابر مسئله های پدر و مادر هست، در برابر مسئله های برادری هست، در مسئله های خواهر و مثلا که اپا و اینها هست. دیده می شود که اینها هست. در مسائل زندگی هم ما میبینیم که بسیاری از زنها، حالا من حسابات اونها رو نمیدونم، بسیاری از زنهای هستن که اونها یک زن هستن، زنی اول هم هستن، این مشکلات را دارن. اما مشکلاتی که برای زنهای دوم میآیند، یعنی بسیارتر از اونها شکایت میکنیم، بیشتر از اون که به مردها مربوط باشن، چون که بر اساس کدام ضرورتی که این کار شده است، یا که تعداد زنها بیشتر هستند، یا که عائلش خب بیمار است، یا کدام مشکلات هایی هستند، یعنی یگان مشکلاتی که هستند که این کار به وجود آمد. بسیار وقت یک چیز اهمیت دهید که حالا ببینید وقتی که حقوق زنی دوم پایمال می شود یا از زنی یکم پایمال می شود، بر اساس قانونی وضع شده همون کشور است. مثلا اگر از این که من فکر میکنم از این که در تاجیکستان یعنی دو زنگی منع کرده شود، اگر اون به قانون در قانون در آورده شود و برای اون جزا معین کرده شود، وقتی که این چیز یعنی بر اساس این که این مشکلات در جامعه باشد و اون را قانونی کرده شود، بعد از آن یعنی اون را هم در سطح حالتهای شهروندی به قید گرفته شود و اون زن حق پیدا کند که برود مثلا دعوا کند سر حقوق خودش، آنچه که پایمال شده است. بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود. این مشکلات های هستند که حتی زنهای یکم هم این کار نمیکنن، این حق خودشون را طلب نمیکنن. مشکلات در اینجا هست. اصلا ندارن. عین حال زنهای یکم جدا میشوند، مشکلی من در رابطه با آنچه که این مهمان شما که پیشتر در نسبت تنظیم و مخصوصا تنظیم عائله و اینها یادآوری شدن، میتوانم بگویم که خب من همچون مخالفین با این طرفدار هستم و همه مخالفین در این مسئله تنظیم خب مخالفت ندارن. خب حتی مسئله تنظیم در اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را گفته است درباره تنظیم اولاد، کودک ها. میگوید مضمون حدیث همین خیلی است که اگر من خوف نمی داشتم بر امتم، یعنی خوفی فساد را نمی داشتم،
هر آینه من میکردم یک جای شدنی زن و شوهر را از مدتی همون بگیم که تا مدتی از تولد شدن تا مهلتی انتهای رضاعه یعنی شیردهی را. ببینید اگر خوفی فساد نمی کردم بر امتم، هر آینه من میکردم که زن و شوهر از مدتی تولد شدن فرزند تا مدتی انتهای شیر دادن که 2.5 سال را در بر میگیرد، از 2 تا 2.5 سال است، اونها نزدیک نشوند. این دلالت بر تنظیم عائله و تنظیم اولاد کودک ها میکند تا اینکه برای تعلیم و تربیه اونها، برای صحتی جسمی اونها کمک کند، یعنی در نظر گرفته شده است. این موضوع دیگر است. بله این موضوع تنظیم اینها موضوع دیگر هستند. حالا ما در یک مثلا با این تنظیمی که ما کردیم مسئله خب یک گونه ضروریت‌های امکان ناپذیری که در جامعه میآیند، خب اونها از روی بالا رفتن زن‌های به شوهر میشوند، زن‌هایی که به شوهر میمانند، دخترایی که به شوهر نمیروند، یا اینکه کم بودن مردها میشوند که در جامعه ما در تاجیکستان این هست. مثلا ببینیم اگر اکثریت در کار هستند، حتی همون یک زن‌هاشو هم میروند دیگر 1 سال و 2 سال و 4 سال و 5 سال نمیآیند. خب من با این گفتنی نیستم که اونها را زن‌هاشون شوهر بتین، نه، اما زن‌هایی که اونها تعددشون زیاد هست ولی اونها گفتیم که این تشکیل بسیار زنگی بر اساس یک عده از ضروریات اجتناب ناپذیری که ناشی از چی هستند؟ برخواسته از غریزه های انسانی، غریزه های جنسی انسانی هستند، چی در مرد باشد چی در زن باشد، و با این تنظیم که نمی شود اونها را حل کرده شود. پس راه حل این مشکلاتی که جامعه را فرا میگیرد اجازت دادنی چی است؟ بسیار زنگی است. در اساس چی؟ یعنی بر اساس عدالت. اگر چنده که یعنی مشروعیت این قانون در اسلام، یعنی مشروعیتش این امر نیست که شما 2 تا 3 تا 4 تا بگیرید، فراموش نکنید یک تا گرفتن امر است. وقتی 2 و 3 و 4 میگن مشروعیت بر اساس ان همون ضروریت هایی که پیدا می شود در جامعه بر اساس همون می شود. لیکن باید این را خوب بدونیم که با وجود این همین چیزی که محدود کرده شده است، به وجودی همین شرایط اجازه داده نمی شود. یعنی آن شرایطی که در نظر گرفته است برای تعدد زوجات، برای بسیار زنگی، اگر همون چیز وجود نداشته باشد، اگر همون چیز تقاضا نکند، پس اسلام این را ترغیب نمیکند که تو زن بگی. حتی ما در سیرت پیغمبر، در سیرت صحابه پیغمبر میبینیم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه هجرت کردن به مدینه اومدن، بسیاری از مهاجرهایی که اومده بودن در اینجا همسرهاشون را گذاشته بودن. بعضی به جوانهایی بودن که اونها برای مثلا که به بلوغت رسیدگی بودن، بعضی مردهایی بودن که خب زنهاشو جدا شده بودن، خب بر اساس اعتقادی بود، بر اساس چی بود، یعنی مشکلاتی که اون وقت جامعه را گرفته بود. و در اون وقت تعدد زنها 2 و 3 و 4 نبود، بعضی کسایی بودن تا 10 تا زن داشتن، 30 تا زن داشتن در جامعه عربی. پس بعضی از اونهایی که مسلمان شده بودن آنها اومدن، ببینید تعلیمات را ببینید که شریعت میگه که اگر اون شرایطی که اجازه برای بسیار زنگی میتید، اون شرایط اگر برداشته شود، اجازه بسیار زنگی داده نمیشود، همون چیزی که امر شده است اون منع میشود. خب بنابراین بعضی همون اومدن حتی پیشنهاد کردن که همین برادرهای از ما که اونها زن ندارن و نیاز به زن دارن، اگر یعنی این چیز نشده اما اونها ایثار نفس کردن که ما میتوانیم که 1 زن 2 زن یا 3 زن را یا همین کسایی که هستن اونها را جواب شو بتیم، برای که اینهایی که به زن هستن یا این زنهایی که به شوهر هستن در این جنده، مثلا مردهایی که به زن هستن، اینها البته که باید که این غریزه یعنی طبیعی خودشون را برآورده کنند، بنابراین همین باید که تعداد بسیار زنگی را بیاریم پایان. پس با تنظیم میشود که این مشکلاتی را که جامعه را یعنی تنظیم در آوردن در کار است. در این است. به نظر شما درست؟ خب بله تنظیم البته تنظیم ما گفتیم که طرفداره. یعنی ببینید اگر اون بگیم که ضروریاتی که این امر را مشروعیت میدهد اون رفع شود، تنظیم همین است که منع کرده شود بسیار زنگی را. فهمم. خب گوش کنیم این نفر رو.
اکی محمد سعید با اجازت که این چی سلام که داشته باشن. سلام علیکم. سلام علیکم. درباره تنظیم بسیار هم گپ‌های خوب فقط کوتاه 5 دقیقه صحبت کنین، در پایان بسیار نفران انتظار هستن علاج داشته باشند و این 366 پهلو دارد. یک سخن مقصد سخنش مو درست بفهمه که عقل زن از بس که کوتاه‌تر که هست، از همون سبب باید اسلام در جامعه، عالم ها باید در جامعه بسیارتر سخن ها یعنی علم معروف ها زیادر کن که همو اکی محمد سعید شما چی میگویید به گپ همین کس؟ عقل زن کمتر است کوتاه‌تر است؟ ولی اینجا مقصد برای تحقیر نیست. ولی اینجا مقصد تحقیر نیست، مقصد در اون میرود که یک دقیقه میکروفونتون خاموش کردم، میخوام نظری اکی محمد سعید رو اینجا گیرم. خب حالا ما این کس گناهکار کردن که بسیار جدا شوی یا دیگر بسیارتر زن طلاق به زن گناهکار هست، بعدن باز خشونی دین خودتون. نه اولا که برادر خب آن چیزی که در نسبت کوتاهی عقل یا کم بودن عقل میگن این نظر شخصی خودش است، گرچنده که ما در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در نسبت خب کوتاه بودن عقلی زنها هست، اما این بر اساسی نه اینکه تحقیر برای او باشد یا اینکه کنار گذاشتن او مقصد که از کارهای اجتماعی یا اینکه برابری با مرد باشد، نه. همچون اگر ما به ساحه علوم نفس اگر کسایی که متخصص این هستند در اونجا ببینیم، اگر بعضی یعنی چونین وصف ها در مردها هم هست، اون خیلی کوتاهی، یعنی اون خیلی فعل هایی که بدتر باشد، اینکه این گونه مشکلات را میارد، اما او به خاطر این است که بیشتر یعنی بیشتری خب ترکیبی زن از مهر از محبت ساخته شده است، بر اساس این توجهش وقتی که به او طرف بیشتر هست و بعضی چیزهایی که اونها از نظر اجتماعی ضرور هستند در اونها تخلف میکند، یعنی قفا میموند. این همچون یک طبیعتی که ساخته شده است. اگر مثلا زن با اون طبیعت ساخته نشود، طفل را تربیت کرده نمیتوند. مثلا یعنی که این از این لحاظ است، یعنی چی میگن خلقتی ترکیبی زن چنین ساخته شده است. مثلا برای مثال ببینیم، اگر در یک خانه مرد و زن طفلی معده دارن، وقتی که خواب میکنن طفل شیرخوار است، گریه میکند، چندین بار گریه میکند، اگر همون مرد باشد یگان بار بیدار نمیشود، نمیشنود صدای همون را، ولی مادر اون را میشنود، برای که ترکیبی او مرکب به این است که ساخته شده است به این که همون صدای کودک را میشنود. اما اگر در خانه نشسته باشند یک خطر بیرونی، یک چیزی خانه را تهدید کند، خانه زمینی است، یگان چیز است، یگان صدای میشود، یگان صوتی میشود، بیشتر زنها او را نمیشنوند. اولین کسانی که به اون چیز آگاه میشوند مثلا مردها هستند که به او آگاه میشوند. یعنی بعضی چیزهایی هستند که از لحاظ علمی دلالت بر خلقت که چگونه مرکب شده، چگونه ساخته شده است به اون داده شده است، اما این دلالت بر این نمیکند که زنها کوتاه عقل باشند و بیشتری جدا شوی ها سببشون زنها باشند. ممکن در عموم زنها باشند اما همسر نه، ممکن مادر باشد، ممکن خواهر باشد، ممکن اپا باشد، ممکن که همسایه باشد، یعنی در عموم، یعنی نه اینکه یک جنسی زن، یعنی زنها ممکن که سببگار این چیزها باشند، اما همچون تحقیر یا اینکه یک خصلتی خاصی زن باشد که اون سبب شود که جدایی یا بشود، این گونه نیست، این قبول نیست. زنهای جسور خیلی بسیارند. خانها هست، هر کس خود در مسجد هم همیشه همین طور است. درباره اونها سخن می شود، درباره اون زن یا درباره اون مردی که مثلا که زنی خود را از دست داده است یا جدا شدن یا بیزن ایستاده است. خب حتی که با شوخی میکنن، میگن که از دیوار شما که پست است همون عبدالصمد است، عبدالمجید است، نمیدونم تیشه است، تبر است، از دیوار شما اون طرف نگاه کرد، یا که آواز فلان زن برای همینقدر بلند میفرد که شوهر ندارد. یعنی اینها ضرورتی هستند که در اجتماع در جمعیت باید که اینها باشن، مرد برای زن، زن برای مرد باشد.
پس وقتی که ضروریات تقاضا کرد که زنها ضرورت شوند، از راه غیر مشروع این کار می شود. اسلام اجازت میدهد تعدد زنها را، یا که 2 زنگی 3 زنگی بسیار زنگی را، به خاطر اینکه دامن زنها پاک بمانند، برابر با اون زنهای دیگر باشند، خواهشات اونها برآورده شود و کفایت اونها که اجتماعی اونها از برآورده شود. یعنی این مشکلات را اسلام با اجازت دادن زنها حل کرده است و برای زن اکرام و احسان و عزت داده است. پس بر اساس یک حادثه شخصی که برای من می آید، اون را مثال آوردن، یا بر اساس او مثلا نمی شود که یک تصمیم گرفته شود. یعنی مشکلاتی عمده در اینجا وجود دارد که بر اساس اون است و اجازتی اونها هم یعنی محدود به همون ضروریات هستند. اگر اونها نباشند عکس می شود گفتیم. اینو باید ما بدونیم. پس درست قید کردن همه خواهرها همه برادرها در اینجا بسیار خوب قید کردن که حل این مشکلات. حالا بعضی ها سخن کردن که پنهانی میگیرن، با نامهای دیگر میگیرن. خب اینا همش علتش نه در مشکلات، نه در مرد است و نه در زن است، نه در خواهرها است و نه در برادرهایی که این کار را میکنن. یعنی جامعه نیاز به این چیز داره، ضرورت هست که این مشکلات حل کرده شود. اما وقتی که قانون وجود ندارد، وقتی درست است قانون وجود ندارد، وقتی قانون این را تصدیق کند و مردی که این کار را میکند در نزد قانون جوابگر باشد، خب و زنی که همسر میشود، خب اون وظیفه هایی که برای او داده شده است برای اونها جوابگر باشد، پس این مشکلات حل میشوند. حالا ما بسیارتر میگیم که شاید که مردها از روی طرز زنهای اول شو زنهای دیوم را پنهان میکنن. نه، خواهرها ما هم شاهدش بودیم و دیده ایستادیم. جامعه وقتی که این را ضرورت دارد، این مشکلات وجود ندارد، بلکه از جزایی که اون جزا یک بحران است، اون جزای واقعی نیست. مثلا همان گونه که ما حالا در بسیاری از چیزها گرفتار بحران شده ایم. مثلا میبینیم یک چیز اگر ما بگیم این اوبال است یا این گناه است یا این ملا هست، میگن این کلمه های دینی هستند، کلمه های قفا مونده هستند، دیگر هستند. وقتی که ما میگیم که جزا، جنایت، خب دانشمند، خب جامعه، مدرسه بگویم، فرق میکنن از این چیزها. پس مسئله زنگی و بسیار زنگی هم در بین جامعه ما، من تاجیکستان را در نظر دارم، از انمی قبیل بحران ها شده است. پس اون اگر درست فهمانده شود، جهت های مثبت او و جهت های منفی او اگر داننده شود و بر اساس قانون اون برگزاشته شود، پس این همه این چیزها حل می شود. کسی از اینها یگان بدی هم نمیبینن، با نوع دیگر هم. من گفتم، باز تاکید میکنم که این مشکلاتی که برای زنهای دوم میآیند، اینها محصور به همون زنهای دوم نیست. یک زن هم هستن که این مشکلات را دارن، به احترامی وجود داره، چون که در جامعه قانون حاکم نیست. میتوانم که من با پول برم خب خودم خلاص کنم. میرود گفته‌ای که چپگردی میکند، بعد از اون با پول خودش خلاص میکند، بیچاره خواهد در مصیبت میافتد. این چیزها وجود دارن. این بر اساس قانون محور نبودن و قانون بر اساس اون چیزی که مثلا ما ببینیم با ادعای خود مقامات بلندپایه تاجیکستان 98 یا این 91 یا 93% کشور ما مسلمانی است، اما همین نکاحی، یعنی حالتی ثبت شهروندی که در تاجیکستان است و با شرعی، یعنی اون قبول نیست. حالتی ثبت شهروندی با نکاح اسلامی قبول نیست، رسما قبول نیست. حالا که همین قانون شکنی را به بار آورده است. مثلا ببینید، از یک شخصی که کار عادی میکند تا شخص اولی کشور به نکاح مسلمانی زن نمیگیرن، سر نمیدهن، فرزنداشون مثلا که خاندار نمیکنن، اما همون قانونی بگیم که دینی را رسمیت نمیکنن. یعنی خودشون مخالف قانون وضع کرده خودشون کار کرده است. این اساسی یعنی قانون محور نبودن و قانون‌های وضع شده برخلاف آن چیزی که واقعیت
در همون کشور هست وجود دارد از اینها ناشی هستند. همین مشکلات خانم ایرانی ها، حالا ما گفتیم از مادر می شود، از خواهر می شود، از زن می شود، از مرد می شود، همه اینها سرچشمه می گیرند برای چی؟ قانون محور، یا که خب قانون، ولایت قانون وجود ندارد. درست قطع کردید. خیر اکی محمد سید گوش کنید. من از فرصت استفاده برم حالا در رابطه با اینکه بعضی خواهرها اشاره کردن، خواهرهای باسواد بودن و بعضی چیزها را گفتن در نسبت اینکه نکاح پناهی یا اینکه دیگر مسئله نکاح، درست شدن نکاح در شریعت، خب اینها خب پناهی میشوند، خب آشکار میشوند وقتی که اون شرطی که خب من بخشیدم و اون طرف قبول میکند و شاهدها وجود دارند، بر اساس این در قبول شدن نکاح یا که بسته شدن نکاح هیچ یگان ضرری نمیده. اون نکاح ها نکاح هستند، درست هستند، شرعا اونها قانونی هستند، بر اساس شریعت در اونها هیچ یگان خوف و خطر وجود ندارد. اما کوشش شود که اگر همینها قانونی بشوند، در قانون اجازه داده شود و مرد مسئول باشد، جوابگر باشد از آن چیزی که قبول کرده است. حالا ما هیچ دقت نمیکنیم مثلا وقتی که یک خواهر، یک زن تن و نفس خود را میدهد و اون مرد تن نفس خود را قبول میکند، تن اون را قبول میکند، اگر یک زن داشته باشد خودش با همراه اون زن دو نفر حساب میشوند، یعنی یک بار دیگر در پشتش هست از آن چیزی که او باید که مسئولیت دارد. وقتی دویم را قبول کرد باید بدونه که دو تا همین خیل شده است. حالا شوخی هم میکنن که کسانی که یک زن دارن یک بری روش سیاه است و کسی که دو زن دارد دو طرف رویش سیاه است. شما تجربه باید داره از تجربه نه، این چیزی است که باید دیده شود، خب بالای این بحث کرده شود. یعنی این خیلی نیست که سیاه بشود، نه، و یعنی وزمین است، کارش وزمین است. یک آدم اگر در یک دستش 5 کیلو بار داشته باشد، رفته ایستاده باشد و در دست دیگرش 5 کیلو دیگر بگیرد، 10 کیلو است. این خیلی نیست که او 5 کیلو برده ایستاده باشد. و این مسئولیت تشکیل عائله هم از همه اینها وزمین تر است. البته تنها محصور به همون چند ساعت یا اون چیزی که خب غریزه طبیعی برآوردن اون نیست، لذت یا اینکه نمیدونم خب حالا میگوین دم چیک میگیرن، دیگر میگیرن، این نیست. مسئولیت های خودش دارد، دیگر وظیفه و عهده‌داری های خودش دارد. اگر اونها را انجام ندهد، اصلا کردن دو زن یا سه زن واقعا هم دیگر خب دیگر هر دو بری روش سیاه میشود. اگر نگاه کرده تواند در حقیقت مسئولیت رو گیرن، از روی دین نگاه کنن، خیلی نگاه کردن دو زن و فرزندان خیلی مشکل است. مسئولیت نوکی کلان رو دارد. خب این موضوع دیگه تشکیل عائله دوم، یعنی من درباره خواهرهای مسلمان، درباره خواهرهای تاجیک، زنهای تاجیک، مادرهای تاجیک، در اون صبری که دارن، در اون تحملی که دارن، در اون برداشتی که دارن و بسیاری زنها خب در جامعه اونها کسایی هستن که از لحاظ مادی، از لحاظ تأمین خانوادگی، از اینها هم با صبر و هم از کمک رسوندن با قدر امکان خودشون از عهده این میگویند و اونها این کار را میکنن. یعنی تنها این عاملی ویران شدنی مثلا یا که مانع شدنی بعضی قانون ها نیست، یعنی اینها را عامل ما باید نگیم، بلکه زنهای تاجیک، مادرهای تاجیک، خواهرهای تاجیک قدر شرافت، عزت، کرامت و توانایی این دارن که شریک مردم هستند در تامین عائله. این چیز وجود دارد. خب بنابراین این تنها این چیز نیست. نقطه اساسی که در اینجا هست خب که باید عدالت باشد، تامین عدالت. ما ببینیم اسلام برای ما قانون گذاشته است، جزا معین کرده است. در برابر همین باز گفته است ایمان آوردن به آخرت، به قیامت. یعنی بعضی از جزاها در این دنیا که پاداش اونها داده نشد یا که جواب دادن نشد، در قیامت اون را جواب میده. بنابر همین خب انصاف هست، دیانت هست، پولداری هست، همه چیز هست،
اما وقتی یک قانونی که او از او خوف داشته باشد جواب دادن این اگر نباشد، این خواهشات نفس یعنی میل، اینها میل میکنن به سوی مخالفت قانون دیگران. اینو بر همین اساسی هم حالا ما درباره علم داشتن، باسواد شدن دیگرها صحبت کردیم. البته علم داشتن خوب است، البته دانش داشتن خوب است، اما این هم حلی برای حل مشکلات، چون مشکلات نمیتونه که علم اینها را حل بکنه. حالا ما ببینیم در دنیا اگر ما حساب بکنیم، اگر 75% زنها باسواد هستند، 75% از زنها سوادناک هستند. از همین 75% 25% اونها تنها با کار در تخصص خودشون یا در شغل خودشون اونها کار میکنند. از همین 25% که هست تنها 10% اون میتواند که حق کار خودش را کامل و اون چی هست بگیرد. یعنی ببینید 75% سوادناک است، اما 10% میتواند که از حقوق خودش حمایت کند یا حق کند. پس در اینجا هم جامعه را مشکلاتش هست و هم باید که یعنی یک گونه تلاش باشد، باید یک گونه حق خود را طلب کردن باشد، پنهانی نباشد، مثلا ترس نباشد، چون که خداوند اون را زن و مرد برابر کرده است و حق دارد که دعوا بکند، حق دارد که حق خود را بخواهد. خب حتی جاش اومد اگر مرد بزند زن دارد که او را بزنه، هیچ یکم جای مشکلی در اینجا وجود ندارد. خب یعنی من که به نزاع و جنجال و اینها دعوت نمیکنم، یعنی زن همین چیز را برای داده شده است، همچون یک انسان حق خودش است که حق را طلب کند و در این برای حل این مشکلات خودش هم یک تکاپوی داشته باشد، یک تلاش داشته باشد. خب همین از دیگر مشکلات از همه سنگینی ما ولی اشاره شد برای اینکه ما مقصد که مسجدها گویی نیستن، منبرهایی هستن که نصیحت کنن، اونها گویی نیستن. البته اینها هم جزئی از اون به قانونی هستند، جزئی اون که ولایت قانون وجود ندارد، مردم ساز خود درست راهبری نمیشوند، از جزئی اونها از این مشکلاتی هستند که ما با اونها از اینجا جزئی هم بیماری‌های هستند که ما گرفتار همون هستیم. فهمون میکروفون تو خیلی بد، خیلی شو توضیح همین دو نفر دیگه رو کوتاه میپرسم، تمام با همین برنامه رو جنبست میکنم. بله 3 ساعت چینا برنامه‌تون دوام داده شده است و همین جمع خیر خوش میکنم بگم برای ما دیگه مهمان برنامه شما هستیم و تشکر شما بگید خیلی تشکر اکی محمد سعید که تشریف آوردین. شما تمام شما مهمانی همیشگی ما میشوید، اکسپرت همیشگی ما میشوید، اکسپرت دینی میشه. در تابعیت میزبان است میگن، با عامگی میگن مهمان در تابعیت رزوان است. خب معنیش اومدنتون با خواهش خود بود، رفتنتون با خواهش من اجازت میتیم. خیلی تشریف آوردین، تشکر زیاد به شما که وقتی خود رو صرف نمودید. ما در دیگه برنامه شما رو دعوت میکنیم، شما مهمان شما کارشناس دائمی برنامه